سلام بچه‌ها، خسته نباشین. هر روز نزدیک 26 نفر از من میپرسن که آقا ما موتورمون رو ریمپ بکنیم یا نکنیم. بیا یه چند تا فواید و مضراتش رو بهت بگم، خودت یه دو تا چهار تا بکن ببین که میتونی ریمپ کنی یا میخوای ریمپ کنی یا نه. همراه من باش، نگاه کن یه چند تا فوایدش رو واسط میگم. اولا همه افزایش قدرت و گشتاوره که همتون باش آشنایید و دنبال همون هستید. دومیش بهبود پاسخدهی گاز، یعنی شما هر لحظه گازو میگیری همون لحظه موتور گاز میخوره. نکته بعدی هم که میرسیم حذف محدودیتایی که کارخونه روی موتورسیکلت شما گذاشته. یکی دیگه هم بهینه‌سازی بعد از ارتقاء سخت افزاریه. مثلا بعضی از موتورسیکلت های مدل بالا شما اگزوزو که عوض میکنی حتما باید یه ریمپی بکنی تا موتورت با اگزوز جدید سازگار بشه. بعدیش هم تجربه رانندگی شخصی تره، مثلا حذف یا کاهش کنترل کشش یا کنترل لانچ که توی موتورهای پیشرفته تر شما میتونید این رو هم کاملا ریمپ و تیون کنید. معایبش هم که دیگه هممون میدونیم، ابطال گارانتی اول از همه. شما ریمپ که میکنی گارانتیت کلا میره کنار، مصرف سوختت میره بالا و اگر درست و اصولی ریمپ تو انجام ندی شما موتورت امکان داره که خراب شه. نکته بعدیش هم افزایش آلاینده است. شما ریمپ که میکنی آلاینده‌ای که موتورت آزاد میکنه بیشتر از حد معمول میشه. نکته بعدی که در مقابل شما هست کاهش عمر مفیده. عمر مفید موتورسیکلت شما خیلی به شدت کاهش پیدا میکنه. بعدش هم ریمپ خوب و اصولی اصلا و ابدا ارزون نیست. نه رو طرف برمیگرده میگه آقا من با نمیدونم 500 تومن واسه ریمپ بزنم. خب معلومه آشغالیه. یه ریمپیه که از قبل آماده کرده، سیو کرده و روی ECU شما میریزه. ممکنه بهتر بشه، ممکنه بدتر بشه، ممکنه آسیبای خیلی شدیدی به موتور شما برسه. حالا دیگه شما خودتون اختیار دارین و مالک موتورسیکلت خودتون هستید. خودتون میدونید با این شرایطی که جلوی روی شما هست میخواید ریمپ کنید یا میتونید ریمپ کنید یا نه. خدا نگهدار.